سرخط خبرها. تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. وزارت مدافعه میگوید دعوت تیرماهی به خدمت حربی به انجام رسید و دانشجویان روس جای مهاجران را در ساختمان ها میگیرند. درود، روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. ساکنان اسفاره گفتند که یک آموزگاری 59 ساله از دهه سامانیان جماعت چارکوه در نزدیکی مرز با قرقیزستان دزدیده و لطوکوب شده است. گفته می شود حالا او در بیمارستان بستر است. حادثه روز 1 دکبر روی داده است. این همان دهه است که ماه اپریل امسال یکی از منطقه های درگیری میان نظامیان تاجیکستان و قرقیزستان بود. مقامات رسمی تاجیکستان درباره این حادثه خبری ندادند. چند از ساکنان سامانیان جماعت چارکوه شام 1 دکبر با رادیو آزادی در تماس شده گفتند کمال‌الدین صابیروف معاون مدیر مکتب رقم 64 دهه تقریبا ساعت 10 روز چهارشنبه در نزدیکی مکتب ربوده شده است. آنها در این کار ساکنان محله قرقیزنشین را گناهکار می‌کنند. در همین حال جانب قرقیزستان برعکس ادعا دارد که شهروندان تاجیکستان یک ساکن دهه کوکتاشی ولایت بادکند را زدند و او در بیمارستان است. اوچقونبک جورابویف رئیس ناحیه بادکند گفته است وضع او معتدل است. خدمات سرحدبانی قرقیزستان شام 1 دکبر درباره تیرپرانی در مرز با تاجیکستان گزارش داد. مقامات تاجیکستان فعلا این خبر را شرح ندادند. وزارت مدافعه تاجیکستان گفته است دعوت تیرماهی به خدمت حربی به انجام رسید. در این باره خبرگزاری از پلوس از نام وزارت خبر داده گفته است 30 نوامبر در تمام شهر و نواحی مملکت دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی پورا به انجام رسید. اما وزارت مشخص نکرده است که نقشه دعوت تیرماهی به ارتش اجرا شده است یا نه و چند درصد اجرا شده است. نیمه ماه نوامبر وزارت خبر داده بود که نقشه دعوت بیش از 82% اجرا شده است. در سالهای گذشته وزارت مدافعه از اجرای پیش از مهلت خبر میداد. بعضی از متخصصان سکوت مقامات را به احتمال اجرا نشدن نقشه پیوند میدهد. در همین حال بنا به خبرهای غیر رسمی دعوت تا نیمه ماه دکبر تمدید شده است. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظری وزارت دفاع تا به امروز به نتیجه بود. ضمناً خبرها از زورم به ارتش بردن جوانان هنوز هم می رسند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور اجباری بردن دانشجویان به خدمت خبر دادند. حامیان حقوق میگویند در دعوت تیرماهی امسال دانشجویان بسیار ضرر دیدند. بیننده های عزیز اگر شما هم شاهد چنین حادثه‌ای شدید لطفاً به ما نویسید. در دوشنبه فورум همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره جنوبی انجام یافت. در حاشیه این فورум وزیر کارهای خارجه جمهوری کره با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات داشت. همکارم برات یوسفی در این همایش اشتراک داشت و تفصیلاتی بیشتر دارد. در حالی که گردش مال میان تاجیکستان و کره جنوبی چندان زیاد نیست، زیاد تلاش شده است که این کشور به مسیر نوی مهاجرت کاری تبدیل یابد. هرچند در این زمینه شرطنامه امضا نشده است، تاجیکستانیان مقیم کره میگویند شماره مهاجران از تاجیکستان در اینجا رو به افزایش دارد ولی بیشتر غیر قانونی. تاجیکو به حد بسیار کار میکنند. تاجیکو که گراجدانین روسیه هستند همچون توریست داخل کره شده همونجا موندن 1 سال 2 سال 3 سال. ما بچه‌ای میدونم که همینجا تا 5 سال 6 سال باز مهنت و فعالیت و زندگی میکنند. فقط فرقیت چیست؟ فرقیت در این است که آدمایی که قطعی ویزای کاری آمدن کار میکنن اونها لیگالن، میتونن کاری که خواهند از کره برآیند، کاری که خواهند درآیند، یعنی میتونن خانه روند بیاین. فقط آدمایی که به ویزا همچون ویزی توریستی رفته اونجا فعالیتی مهنتی میکنن آنها وقتی که برآمدن با آنها دیپورت زده میشد. آنها 5 سال با تریتوری سئول در آمدن نمیتونن، نه با هوایی نه با کشتی نه با دیگر راه. افرادی که در این کشور آسیایی دور از تاجیکستان مهاجر کاری شده‌اند از معاش نغز و شرایط خوبی کار ستایش میکنند، اما میگویند غیر قانونی کار کردن در اینجا نیز مثل روسیه و دیگر کشورها خطرناک است. با وجود این در همایش دوشنبه از همکاری ها در مسئله مهاجرت مهنتی سخن صدا نداد.
از سال 2022 برای شخصانی که از ازبکستان به کره جنوبی میروند با آنها قاعده نو پیدا شد، یعنی آنها حتما باید زبان کره‌ای امتحان سپارند. یعنی خواهشمندان از ازبکستان خیلی زیاد است. شهروندان از تاجیکستان که به کره جنوبی میرند، آنها شماره آنها نه اونقدر بسیار است و بسیاری آنها غیر قانونی میروند یا که غیر قانونی زندگی و زحمت میکشند. به قول تحلیلگران در صورت دست یافتن هم به سازشنامه مهاجرت کاری به کوریا، بازار کاری این کشور برای مهاجران کاری تاجیک نمیتواند با بازار کاری روسیه رقابت کند. زیرا بازار کاری روسیه گسترده و زبان روسی با ساکنان تاجیکستان آشنا است. سازمان همکاری‌های اقتصادی به افتخار 80 سالگی لویق شیرالی، شاعر سرشناس تاجیک، نشست بین‌المللی مجازی با نام خانه دل برگزار می‌کند. مؤسسه فرهنگی سازمان خبر داده است که این نشست در همدستی با سفارت تاجیکستان در ایران برگزار می‌شود. قرار است که خسرو ناظری دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی، نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران و دانشمندان و پژوهشگران افغانستان و ایران و تاجیکستان شرکت و سخنرانی کنند. در این نشست همچنین سرودها بر اشعار لایق، شعرخوانی‌های او و عکس‌های او رونمایی و معرفی شوند. گفته می شود که نشست 7 دکبر ساعت 15:30 به وقت دوشنبه برگزار می گردد. جایهای مهاجران را در ساختمان‌های روسیه می توانند دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌های مخصوص بگیرند. چنین پیشنهاد را انستیتوت تحقیقات اجتماعی و رشد تشبس‌های شهروندی به معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه مراد حسنولین کردند. خبرگزاری‌های روس می‌نویسند تشبس نو برای رهایی از خدمت مهاجران و بالا بردن سطح آماده‌سازی متخصصان نوکار مساعدت خواهد کرد. با این اصول روسیه می‌تواند دو مسئله مهم: نارسایی کارگران در ساختمان‌ها و به قدر کافی آماده کردن دانشجویان از روی کسبشان را حل کند. شماره حادثه‌های تجاوز به ناموس و سوء قصد به آن در تاجیکستان در دوام 10 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 63% افزوده است. بنا به اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان، دوام ماه‌های ینور اکتبر سال روان 44 چنین حادثه‌ها در جمهوری به قید گرفته شده است. همچنین شماره صادر گردیدن چنین جنایت‌ها نیز نسبتاً زیاد شده است. به همین ترتیب آدمربایی 50%، راهزنی 46، قلابی 25، برقصدانه رساندن ضرر وزنی به سلامتی 17، آدمکشی و سوء قصد به آن 11% را تشکیل می‌دهند. بخش یک روزه تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. دوم دکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین‌المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های معاصر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نیزه‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سالهای استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نو به شمار می رود. دوم دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت‌های این کشور به دست گروه‌های جنگجویی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت‌ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرح تغییر و علاوه‌ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت‌ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش‌آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دوم دکبر سال 2016 یونسکو آشیپلاوی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آشیپلاو نه فقط یک غذای ملی بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می شود. پلاو شاهی دسترخوان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانید در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی دارای دیدگاه‌های گوناگون را دارد. بانک ملی قرب اسعار را برای امروز چنین تعیین کرده است: برای $100 1129 سوم و 50 درم و 1000 روبل روسی را می توانید 152 سوم و 60 درم عوض نمایید.
بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه نویدی بامدادی. ما را در شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری کنید. خدا نگهبانتان.